برای عوام میگفتن اینی رقم صفتای پیغمبر آخر زمان آمده، حالان که او طور نبوده. عالم میگه یک تا دستری منبر میبرایه، مردم کلا سفید کا پیدا شده خیرات قبول نداره، بیچاره ترجمه رم نمیفهمه. قل الله میفرما و سابقوا بالخیرات، یکی از دیگه پیشی کنید در خیرات. او مراد از خیرات هم چی رو میگه؟ دیگبار کردنه. چرا ذهن مردم طرفی کجا میره؟ اونجا خیرات معنای دیگه داره، کاری که موافق شریعت است و خیر است موجب ثواب است چی میگه؟ خیرات میگه. این بیچاره مترجمه رو هم نمیفهمه، مراد از خیرات دی خیرات هم میگیره. سعی چقدر تلبیس میکنه دیگه. چی میکنه؟ میگه و مردم، این مردم وسیله را قبول نداره. نمیگه که وسیله غیر شرعی را قبول نداره. چی را میگه؟ وسیله را قبول نداره. آیت قرآن است، الله خودش فرمان داده یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، طلب کنه برش وسیله را. ولی نمیگه که اینجا وسیله را نمیگه. وسیله چیزی که سبب و ذریعه نزدیکت برای کی میشه؟ الله. و آن چیزی که سبب نزدیکت به الله میشه چیست؟ بگوه. عمل صالح است. از اتقوا الله عقیده را مطالبه کرده است تو. دو ابتغی الیه الوسیله چی را؟ عمل مطالبه است تو کرده. لیکنی تلبیس میکنه عوامه. بیچاره عوام خو نمیفهمه، میگه این اینطور گفت. باز دیگهش تلبیس میکنه. چی میگه؟ ای مردم یا مجسم هستن الله را سر عرش میگن که الرحمن علی العرش استوا، الله سر عرش برابر شده. خب جناب میگه سعی کنه به الله مکان ثابت میکنه. خود تو که از پیش سوال کنی که الله در کجاست؟ و چی میگه؟ در هر جای است. من خو یک عرش میگم، مکانم نمیگم، میگم که الله برابر شده. مکان برش نمیگم، الله برابر شده. امور رقم که لایق شان کیست؟ او تو بدبخت صراحتا میگی که در جای است، کل جای، حتی در وجود خنزیر و کنارا وجود سگم الله را میگی هر جای. تو ببین تو مورد لعنتی الله قرار میگیری. اما چقدر تلبیس سری مردم میاره. شما یک دفعه بشین عقاید بخوانی، مردم یک دفعه طول کنی که در بدری و گمراهی از کدام ناحیه آمده. ما دشمنی قطع علمای حق نداریم، علمایی که واقعا خدمت دین میکنه، کتاب الله را به مردم بیان میکنه، حدیث پیغمبر را زنده میکنه، به مردم تعلیم میده. ما او مردمی که واقعا مردم در بدر کرد تا عالی را مردم عقیده نداره که الله بگه سر عرش هست یا نه، اینطوری عقیده نداره. او حالان که پیغمبر کنیز آورده در کفاره آزاد میکنه، عالی ایمان شرط است. پیغمبر سوال میکنه، اول علامه ایمان از این سوال میکنه این الله، الله کجاست؟ او انگشت طرفی کجا میگیره؟ میگه از آزاد کو، به خاطر که مؤمن است. آزاد کو. لما تلبسون الحق بالباطل، چرا شما مختلط میسازی حق امری واقعی را ثابت و راسته بالباطل، به امری باطل، چیزی که بنیاد نداره، سند نداره، به مردم او را پیش کرده رایسته. و تکتمون الحق، شما حق میپوشانی، پت میکنی، نمیگی. آیاتایی که میایه امو ترغلی کده تیر میشی. و یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو، اگر برات تکلیف برسه تشریک کولی برش، نیست دور کننده غیر از کی؟ کسی دیگری نیست، نه پیغمبر، نه ولی، نه ملک. پس اگر تکلیف براتان رسیده بلا اسباب ظاهری، این تکلیف هیچ کسی غیر از الله دور کده ایره نمیگه براتان. امو ترغلی کده چی میشه؟ تیر میشه. و انتم تعلمون، حال است که شما خوب میدانی که پنهان کردن حق چقدر گمراهی چیست بزرگ است. خب یکی نقشه هایشه چی دسیسه ها را پیش میگیره و چی نقشه ها را میکشانه برای هجوم آوردن بالای مسلمان ها. چه رقم هجوم میاره؟ هجوم ها یکی سیاسی است، نظامی است، اقتصادی است، فرهنگی است. یا در این عصر حاضر ما از هجوم فرهنگی کار میگیرن. چرا؟ در هجوم فرهنگی یا خیلی از مرگام میترسه، در نظامی یا ماده نیسته. سعی کنی جناب امریکا وقتی حمله میکرد به اصطلاح خودش علیه تروریسم، خودش تنها بیچارگک آمده نتونست، تا که چندین ممالک دیگر قطعی خود چی کرد؟ هم پیمان کرد، به نام ناتو مقرر کرد که تکلیف و خرچ و مصرف سری کلگی باشه. بعد از او حرکت کرد. یا از مرگ آن قدر میترسه که پرسان نکن. از او خاطر
راه نظامی رو او قدر زیاد در پیش نمیگیره، میفهمه که در مقابل غیرت مسلمان غیرت ما صفر است، به هیچ وجه در میدان کامیاب نمیشیم. کدام راه را بسیار زیاد متوجه استند، کدام راه را در پیش گرفته برای تهاجم؟ بگوی تهاجم فرهنگی. تمام وسایل اخبار، مطبعه ها، چاپ، اینترنت، کلی وسایل در دسترس کی قرار داره و شب بروز علیه اسلام چیست؟ تبلیغ است. ببینه چقدر برای یک اعلانش میگه $1000 میده، یک دقیقه در تلویزیونایی که پخش میکنه اعلانشه. ببینه این هزینه را آورده. از او خاطر من میگم که چرا تلویزیون زیاد میشه هر روز تلویزیون زیاد میشه، واخ اونجا کانی پیسه را پیدا کرده. از او خاطر شما دیده این مسئله تنها امروز نیست، در زمان پیغمبر علیه السلام هم تهاجم فرهنگی داشتن. به کدام عنوان؟ بیای گوش بگیری قرآن چی براتون میگه. و قالت طایفتون، گفت یک جماعت من اهل الكتاب، از اهل کتاب، آمنو بالذی، ایمان بیاری به مو شخصی که انزل نازل کرده شده، نامی پیغمبر نمیگیره، اقدر حسد و کی نداره. بالذی، به او شخصی که انزل نازل کرده شده، علی الذین آمنو، ایمان بیاری بالذی، به او کتابی که انزل نازل کرده شده، علی الذین آمنو، بالای کسانی که ایمان آورده. کی ایمان بیاره؟ تصدیق کنی. خو این تصدیق زبانی است، از ته دل نیست. وجه النهار، در اولی روز، وکفروا آخره، بعد از او کفر اختیار کنه، انکار بکنه در آخری روز، جلوی دستی سر بکنه. لعلهم یرجعون، به خاطری که یا باز بگردن از دینی خود. ای نه چقدر مکار هستن. یک دفعه صوبکی بره اسلام بپذیره که مردم بگویه که مردم تعصب نداره، زد نداره. این قطما چی شدن؟ بگویه هم نوا شدن. باز وقتی که دیگر شد بگویه که نه ما این نظام قبول نداریم، در بین مردم خود شما با سواد شهرت داره. آلی کسایی که بی سواد است، مومنایی که نو ایمان آورده، میگه سیکو البته ای دین کدام خلال است که پس گشته. آلی هم کسی را که میگی که تو بیا، والا من خودم معلومات ندارم که در کدام طرف مرا دعوت میدی، لیکن فلانی استازم در اینجا نیسته، من خود نمیفهم، خو میفهمه. از او خاطر من پیش امرای شما نمیایم. سعی کنی یهود چی دستیسه ها را در کار میپرته. صبح برو در بین جماعت مسلمان ها اظهار ایمان بکو، دیگر باز برو کافر شو. چرا؟ شک در دل مسلمان ها پیدا شود که همین مردم باسواد است، حتما در دین کدام خلل و چی است؟ نقصان است. از همون خاطر اول خو باز میگرده، نعوذ بالله، به سوی کفر. اگر باز نگردن در قلبشان تشویش و تردد ایجاد میشه. او تشویش و تردد اولین قدم مبارزه ما و کامیابی ما علیه مسلمان است. از همون خاطر وسایل اخبار اول چی میکنه؟ تشویش میپرته. چی میپرته؟ تشویش، تردد میپرته. اون نقطه ها را در اسلام سر پیش میکنه که تو را متردد بسازه. بعد از آیسته آیسته در ذهنت کار میکنه که باز میروی دیگه طرف. نعوذ بالله. این کاری از وا بود، دستیسی از وا بود. دستیسی امروزش به او قدر پیمانه قوی نبود که امروز قوی است. چرا؟ به خاطر که امروز بنیاد اقتصادی از یا چیز خیلی قوی و وسایل اعلام اخبار پیش از یا مکمل در اختیارشان قرار داره. از همون خاطر بسیار خطرناک است. باز خصوصا که ملت غریب باشه و پولی از یام چی باشه؟ زیاد باشه. دروازه را باز میکنه، مردم مکمل در اتاقش داخل میشه. از او خاطر این مبارزه از یا خیلی قوی است. ما میگیم نه تنها سنگری کو دفاع از اسلام میتونه، نه، همه قسم که سنگری کو دفاع کردنش ضرور و فرض است، سنگری فرهنگ اسلامی هم این همی قسم دفاعش چی است؟ فرض است. اگر او تورات انجیل محرف خود میاره در بین شاگردای مکتب تو تعلیم میده او تبلیغ میکنه، تو کتاب برحق قرآن خدا تعلیم داده نمیتونی؟ آیا نمیتونه مدیرا و سرمعلمای مکتب یک ساعت پیش از ساعت رسمی در هر مکتب یک عالم دعوت بده، هفته یک روز بگیره، مختلف علما را دعوت بده، بیا یک درس اسلامی به کل شاگردای راه کنه؟ میتونه نمیتونه؟ از طرف معارف کدام برنامه میتونه وجود داره؟ نداره وجود. ملاهای ما باز میاد پیش ما، والا معلم شایم یعنی مولوی صاحب جایز است یعنی او داده خور، چرا جایز نیسته؟
مرکز علم ده کنترل بگی، پانتون بعد تو درس بگوی، مکتب تو درس بگو، اولاد مردم بگوی شاگرد مسلمان تربیه کو. تو در اونجا بسیار رول داری. خیر خبرو دمونجا در کنج مسجد خو کو صبحی که می نماز بخوانی که تو دیگه درس نداری که پس میخیزی 8 بجه است، که باز میخیزی که 9 بجه است، که باز میخیزی پالوی شل میش از دست خو ډوډۍ خورده رایستی. تو چرا؟ برو در مرکزی مکتب، اونجا جواناست الحمدلله فکر دارن، واره تربیه کو. مراکز علمی را باید محاصره کنی. علما استادای هوشمند دانشمند با احساس با درک، ولی یقینا تو روز بیگا کردنی نباشی. 1 ساعت از ساعت 1 دقیقه بعد از پیشت ضایع نشوه، از پیشش فایده بگی. قطعا 1 دقیقه تام بعد ضایع نکنی. در اونجا بعد در صنف حاضر باشی، قطع شاگرد مکالمه بکو، هم از نگاه علم برسان شه، هم از نگاه مفکوره و دین. که یک روز اگر هر قدر زحمت و بکشه، نه انجینری ما را اغوا بتانه، نه دکتری ما را، نه دریوری ما را بگوی و نه میرخانیکی ما را، هیچ کس اغوا کده نتانه. او ذهن مملو از عقیده قرآن داشته باشه. الله توفیق بده علما را، کاش که ای روزنه را ای خلا را پر کده بتانه و خود آماده برای خدمت شوه. این بهترین موقع خدمت است. نگوی پشتی جایز و ناجایز میگردید اینجا. برو مقابله کو بیادرم. این مبارزه سنگر قوی است و داخل شده آمده رئیس و تو قرار نشستی هنوز زمینه را برش مساعد میکنی. این کار نکو. لعلهم یرجعون. آیا این حیله از یا به اساس گمان غلطیشان بود که این حیله را جور میکرد؟ گمان غلط چی داشتن؟ فکر میکردن که اسلام هم مثل یهودیت و نصرانیت است. این یک مفکوره قوی نداره که ریشه در قلب داشته باشه. نه، یک رجستری خارجی است. بیرون نمیته نوشته که در لیست نصرانی شدی، اگر در لیست یهودی ها نوشته کدی یهودی شدی. فکر میکنه اسلام هم همونطور است. قریب همونطور شده. قریب اسلام امام چی شده؟ تزکی بگوی تذکیره‌ای شده. همونطور است یا نه؟ قریب اسلام امام چی شده؟ میرا بس کوزه وضوی بابای ما در خانه ماست، از خاطر مسلمان هستم. مفکوره این نشده قریب. الحمدلله عالی نو جوانای ما رو آورده. اگر در پانتون است، اگر در ساحه تحصیلی، در هر جای است الحمدلله. ما امشب شاهد ازی بودیم، مسجد ما الحمدلله پر بود. الله در عمرشان برکت پرده. کل نسل جوان یک رقم گریان بود که الله سر دعایشان قبول کنه، طاعتشان جوانا بود. در این عصر که از هر طرف آتشی بی حیایی را برات داغ کرده و تو جوان خانه خود اعلام میکنی، در مسجد الله میری و اون جمع از خشیت الله گریان میکنی. و جوان شکر الله را بکش. ما خو که میبینیم انشالله آینده درخشان در پیش روی امت وجود داره، بالکل وجود داره. خب به زحمات ما نیاز است، به محنت ما نیاز است، به مجاهده ما نیاز است، به تکلیف کشیدن ما نیاز است. همینطور خواب نشویم، محرک باشه. اگر در لیلی هستی، اگر در پانتون هستی، اگر در مرکزی تعلیمی هستی، در هر جا هستی، بعد متحرک باشی، دعوت بدی، دعوت به سوی دین الله. امی عاجزی و امو فسادات و خللای نظامای باطل بعد شما بشناسی و به مردم معرفی کنی. از او خاطر یهود فکر میکردن البته دین اسلام یک دین سرسریگک است، ما که اینی قدر کار ویله بکنیم مسلمان ها شاید باز بگرده. خبر نبودن که اندیشه اینطور اندیشه نیست. این اندیشه است که بعد از او گوشت با انبور کنده میشه. این اندیشه از مغز زدوده نمیشه، از بین رفته نمیشه. این اندیشه است. زندانای ما شهادت دیگه پداده یا نداده؟ زندانای ما شهادت دیگه پداده. اونجا شکنجه وجود داره، اما مجاهد برش میگه انوزم چرا حکم اعدامی مرا صادر نمیکنی؟ ما خب برآمدیم برای همین مرگ. او جناب قاضی چی جواب به او مجاهد داره در روز قیامت؟ و جناب قاضی صاحب همین گپی امو مجاهد سرت حق است یا نه که برات میگه حکم اعدامی مرا صادر کن؟ و به خاطر چی اعدام میکنی؟ تو را به الله قسم زنا کرده، قتل کرده، مرتد شده. راههای قتل کردن و اعدام خو نمیاسته. این در می ملک میشه خو نمیشه. اعدام، زنا میشه سنگسار نمیشه، قتل میشه قصاص نمیشه، مرتد میشه. خو لیکن جنابی که به خاطر لا اله الا الله دفاع از دین خود در یک سرزمین قیام میکنه،
تو او را باز حکم اعدامش صادر کن. قاضی صاحب چطور عقیده داری که در روز قیامت به الله متعال چطور استاد میشی؟ بگو جواب داده میتونی یا نه؟ فکر نکنی که عقیده توسط شکنجه ها کمونستا خیلی زحمت کشیدن در تیلگون مردم همونطور زنده به گور نشده که بلدوزر خاکا را در حالت زندگی مردم چپه کرده و بعد از شکنجه های خیلی قوی که وادار ساختن که کمونست شوند لیکن وا کمونست نشدن، در حالی که ایمان او زمانی ما بسیار ایمانی چی بود؟ تقریبا ضعیف و سرسری بود. عموم مسلمانی ما را نتونستن که مفکورش بگردانه. آیا او مسلمان ما که ای آیاتای قرآن کریم در قلبش نقش شوه ایره میتونه که برگردانه بتونه؟ کلا و قطعا نه. قرآن همونطور میگه ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، در بین خود میگفتن ولا تؤمنوا اقرار نکنه به نزد هیچ کسی به صدق دل، اینطور نگویی که ما صدق دل نعوذ بالله مؤمن شدیم، این گپ افشا نکنه الا لمن تبع دینکم، مگر برای کسایی که تابعداری دینتان نداره برای از راز افشا کنه. کسی که در دین شما نباشه حتی مخالف مسلمان باشه برای از اون افشا نکنه که گپ ما هم اینجا پرت باشه. یک توجیه است، گپ یهود است و برای ما بین خود میگفتن که برای صوبکی در زبان اظهار ایمان بکنه از تای دل نه، خوی راز افشا نکنه بر کس نگوه، فقط نفری امکیش و دینتان کی دیده برای از بگوی که ما به این خاطر به این مقصد میریم توم بیا قط ما برو. یک توجیه است. دوم توجیه ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، ایمان حقیقی نبیاره باور نکنه در سخنان هیچ کسی دیگه مگر کسی که تابعداری دینتان نمیکنه. اگر گپش موافق دین شما بود امو گپ بپذیره، که مخالف دین شما بود باز نپذیره. یهود میگفتن نحن اولیاء الله و حباؤه، ما دوستای الله، ما اولیای الله و دوستای الله هستیم. دیگه مردم پاژ پوژی است، پای افتاده است. این مفکوری برتری را یاد داشتن، از همون خاطر میگفتن که اگر این مفکوره را کسی داشت برش باور بکنی گپش است، دیگه کسی باور نکنی. چقدر انحصار طلب هستند، چقدر تعصب داره، چقدر نظام طبقاتی را خوش دارن. خود میگه ما دیگرا را حیثیت انسانیت هم قائل نیست. قرآن علی میگه پشتی سر این گپا واضح میشه همین مفکورشان. چطور واضح میشه؟ قل بگوی پیامبر علیه السلام ان الهدى هدى الله، یقینا هدایت الله تبارک و تعالی است. توطئه های شما اثر نمیکنه، هدایت از جانب الله است. الله کی به کسی هدایت بکنه الله کی به کسی هدایت بکنه علی نگاه کردن هدایت هم کی میکنه؟ الله میکنه. پس این دسیسه ها این نقشه ها قطعا سر از او تاثیر کرده نمیتونه. ان الهدى، یقینا هدایت الله است. پس کسی را که الله هدایت کرده دسیسه و توطئه او را از بین بردن نمیتونه. یک ترجمه. دوم ترجمه چطوری گپا را خود کلان میتراشه که ما خیلی به الله نزدیک هستیم یا دین و نظام ما درست است. نه، دین و نظامی کی؟ الله متعال است. الله که کدام نظام روان کرده اونمو نظام است. این دوم ترجمه است و این جمله معترضه در بین دو مکالمه یهود است. مکالمه اولیشانی بود، آلی دومشانه ایوتا احد مثل ما اوتیتم. نه، اونجا میگه ولا تؤمنوا، باور نکنی ظاهر نکنی ایمانتان الا لمن تبع دینکم، مگر به کسی که تابعداری دینتان میکنه. ایوتا احد مثل ما اوتیتم ولا تؤمنوا، باور نکنی چی را باور نکنی؟ ایوتا که داده شوه احد به یک کسی مثل ما اوتیتم، به مثل او دین و نظامی که برای شما داده شده، با امرای هیچ کس ای رقتش چی قبول نکنه که کدام دینی که برای شما داده شده امو رقم دین به کسی دیگه داده شده. غیر از دین خود دیگه دینا را چی کده بره؟ نفی کده بره. هیچ وقت باور نکنه که شما اقرار کنی قطعی از که کدام رقم دینی که به شما داده شده به وام داده شده ای را اقرار نکنه. چرا؟ اگر اینطوری اقرار بکنی خب باز دین شما چی میشه؟ منسوخ میشه، به اعتبار میشه. این کار نکنی. یک توجیه آیت. دوم او یحاجوکم عند ربکم، یا است که لااقل باز دلیل و مباحثه پیش میکنه امرایتان عند ربکم، به نزد پروردگارتان. اگر شما اقرار بکنی که دین ازوارم دین بشماره، باز در روز قیامت پیش الله از زبان خودتان دلیل پیش میکنه که یا خودشان اقرار میکرد
این کار نکنی. یادتان باشه واره آگاهی نده که مثل شما واردین به کسی دیگه داده میشه، بلکه رد کرده بره که هیچ دین نیست. حالی هم یک تعداد مردم میگه غیر از مذهب خود دیگه مذهب بگوی که نمیشناسیم. چرا؟ اگر گفتی که میشناسیم باز خود شما چی میشه؟ ملامت میشه، بی نظم میشه. حالی ملا خیلی تلاش به می خاطر داره، همین تلاش داره یا نه؟ که قائل نمیشه که اینی رام حق است. رفع الیدین هم بگو یکی چیز نه، میگه این منسوخ شده ما کم گرفته شه که باز چرا اگر بگویه باز در پیش گپی خودی ملا صاحب باز بری مقتدیش چی میکنی؟ دلیل پیش میکنی باز چیز گفته نمیتونه. از همون خاطر ملا صاحب ایران میشه، یک طرف دانگ است دیگه طرف پلانگ است چطور است ایران میمانه. وقتی که میگی چطور است رفع الیدین اونجا مقتدی رسایی میکنه، اونجا تو رسایی میکنه. ایران مانده چشمش دور 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 میخوره. باز چی میگه؟ والا این خوب بود در اوایل خو منسوخ شده در اوایل بود خو منسوخ شده. الله رحم بکنه. چقدر جرأت میکنه، بسیار سخت است، خیلی سخت است. یک سنت رسول الله را توجیه کردن، تاویل کردن به خاطری که عمل سرش نشود. یک سنت رسول الله را توجیه بکن به خاطری که مردم سرش عمل نکنه. الله اکبر. انسان کل زندگی خدا فدا میکنه به این خاطر که یک سنت رسول الله چی شود؟ عملی شود. و این عالم ما تلاش میکنه که عملی نشود. این به نزد الله چی جواب داره؟ این چطور میگه که من امتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم هستم؟ دوم توجیه، قل بگو ان الهدى الله، یقینا هدایت الله تبارک و تعالی است. لیکنی مردم بسیار انکار میکنه، حسد میکنه. قطعی چی چیز حسد میکنه؟ ایو تا که داده شو احدون به یکی مثل ما اوتیتم، به مثل او دین و کتابی که برای شما داده شده، یا حسد داره. این قول الله است متوجه مؤمنا که ای مؤمنا این مردم قطعی شما حسد داره. قطعی شما حسد داره. در چی چیز حسد داره؟ که داده شوه به یکی از شما به مثل کتاب و دینی که برای دادن نشوه برای شما به مثل او کتابی که یا دینی که برای ازوا داده شده. از این خاطر یا حسد داره که برای شما داده نشوه. یکی او یحاجوکم عند ربکم، یا به این خاطر مناظره میکنه، یا به این خاطر یا قبول نداره که مناظره بکنه به نزد امرای شما عند ربکم، به نزد پروردگارتان. یعنی که چه قسم او یحاجوکم که چه قسم غالب بیاین بالای شما عند ربکم به نزد پروردگارتان. غالب آمدنشان چه قسم باشه؟ به این قسم باشه که بگویه که نه دین شما نامده، قطعا وجود نداره، فقط دینی ماست. سخترین آیت است، مشکل آیت است. خب اول توجیه خیلی واضح است، دوم توجیه کمی سختگی داره، دیگه توجیهات هم است. همین دو توجیه خیلی شهرت داره. قل بگو پیغمبر علیه السلام ان الفضل بید الله، بگو که احسان به دست کیست؟ به دست بلا کیف الله است. آل اینجا مراد از فضل احسان الله چیست؟ مفسرین مختلف نظریات داره. مراد از فضل الله علم دین است. کسی که معلومات دین داره این فضل کیست؟ چرا معلومات دین انسان از شبهات چی میکنه؟ نجات میده، از اعتراضات و انتقادات دشمن نجات میده. پس کدام دسیسه هایی که علی کتاب میگیره تو در مقابلش بالکل قیام کرده میتونی. دوم ان الفضل توفیق عمل برای حق، عمل بالای حق. ای توفیق دادن ای احسان کیست؟ الله است. از همون خاطر هنگامی که خود دیده که یک امر نیک انجام داده، لیلة القدر زنده تیر کرده، نماز خوانده، دعا کرده، تلاوت کرده، نفلا خوانده، روزه را خوب گرفته، در ترجمه حاضر شده، کلش احسان کیست؟ از جانب کیست؟ در اختیار الله است. بید الله، در ید بلا کیف کیست؟ یوتیه میداد الله من یشاء، کسی را که الله بخواه الله میشناسه که لایق کیسته. بله کسی را که بخواه خب معلوم است که الله کی را میده. و کسی که قرار خوابای خدا میزنه تا 12 بجه تلویزیون فیلم سای کرده و بعد از او خواب کرده، صبحکی در نماز هم نخیسته، خفتن نماز هم نخوانده، او را الله بده فضل، او را توفیق بده. و خونه شب قدر شناخت، نه قدرشه و نه برش میاثر شد. بله الله به کسی میده که نمی قسم مواهب یا استعداد یا قابلیت ها یا اعضایی که الله برش داده بود او را در حصولش چی کرد؟
استعمال کرد، تلاش کرد. آلی تو از روز آمادگی گرفتی که امشب انشالله شب قدر است میشیرم، از روز آمادگی گرفتی که من نماز میخوانم، از روز آمادگی گرفتی که در فلان مسجد میرم اونجا قیام اللیل میشه، شریک میشم. به او طور مردم الله میده، به هر کس خو نمیده. لما یشاء اینو میره میگه. والله واسع علیم، الله واسع است، یعنی الله واسع است، رحمتش فراخ است. به خیلی عمل کمی بنده خود خیلی زیاد میده. اینطور فکر نکنی که در یک شب قدر چه قسم عبادتش برابری 1000 ماه عبادت باشه. چرا؟ بگو که الله واسع است، فراخ است، رحمت الله، داد الله، سخاوت الله. چرا؟ به خاطری که خزانه الله تبارک و تعالی بی نهایت است. علیم میدانه که کی لیاقتی چی گرفتن داره که برش بده و به چی مقدار بده. اخلاص، صداقت، خلوص میبینه الله، عاجزی را، تواضع را مکمل. یختص برحمتی، خاص می سازه به رحمتی خود. اینجا مراد از رحمت رسالت و نبوت است. یهود خو میخواستن که در بنی اسماعیل پیغمبر نشوه، میگفتن که در خاندان ما بازم پیغمبر آخر زمان بیا، لیکن الله تبارک و تعالی خاص میسازه رحمت خدا که رسالت و نبوت است. من یشاء، با کسی که الله تبارک و تعالی میکنه. پس کسی که با کسی که الله او را انتخاب کرده باشه، حسد کردن قطعا جهالت است. یا کسی را که الله به نعمت خود سرفراز کرده، علم وسیع برش داده، نبوت برش داده، توفیق عبادت برش داده، در راه دین خدمت برش داده، مالش در جای نیک مصرف میشه، عزت و آبروی دینش برقرار است، تو قطعش حسد نکو. چرا؟ به خاطر که کی داده؟ الله داده. اگر حسد میکنی از جهالت، این من چیسته؟ کاری جاهلا و کاری فضول است. والله ذو الفضل العظیم، الله صاحب احسان خیلی بزرگ است، خیلی بزرگ احسان داره. به هر کس که بخواه الله تبارک و تعالی میده. و من اهل الکتاب، چقدر کلان تراش هستن خدا، همه چیزای شما را روا میدانه. قند و قرود کده میخوره، میگم این مردم همه چیزش برای شما رواست. خدا حتی مسئولم نمیدانه، مسئول نمیدانه که حقی تو را بپردازه. امروز نمونه از یا همین اهل کتاب فعلی است یا نه، بمبارد میکنه در شب خاندان، یک دم زیر دیوال خانه را مقبره برش جور میکنه، اما آمادم نیست که بری تو حتی یک جواب بده، حاضر نیست که یک جواب بده. کدام مردم است؟ قرآن برات معرفی میکنه همین مردم است. خدا در این پیمانه قرار داده که بری تو جوابم نمیده، بس خلاص انتها که خیلی تظاهرات و هیاهوی و پارلمان و گپا شوه، باز میگه اشتباه شده.